10 قانون عجیبه که فقط در این کشورها وجود دارد. فکر میکنی قانون کشورت خیلی سخت است؟ صبر کن تا اینا را ببینی. امروز میریم سراغ 10 قانون عجیب و غریبی در کشورهای مختلف که باورش خیلی سخت است. تا آخرین لحظات این ویدیو جالب و دیدنی با ما همراه بوده و حمایت های نیک خوبتان را فراموش ننمایید. اول، سنگاپور، ممنوعیت آدامس یعنی ساجق. در سنگاپور خوردن یا وارد کردن آدامس غیر قانونی بوده جز در موارد طبی. شماره 2، سوئیس، دستشویی رفتن. در سوئیس دستشویی رفتن بعد از ساعت 10 شب کاملا ممنوع می باشد، مخصوصا در آپارتمان ها، چون مزاحمت صوتی محسوب می شود. شماره 3، تایلند، که نباید روی پل ها قدم بزنی. قدم گذاشتن روی پل ملی تایلند یا سکه غیر قانونی بوده و جرم سنگینی به همراه دارد. چرا؟ چون تصویر پادشاه روی پل‌های تایلندی چاپ شده و به احترامی به آن به احترامی به پادشاه محسوب می شود که در تایلند جرم بزرگی است. حتی اگر سکه روی زمین بیفتد و کسی بخواهد با پا نگهش دارد ممکن است مشکل ساز شود. شماره 4، در فرانسه داشتن خوک. در شهر سارسیل قانونی وجود داشته که گفته می شود داشتن خوک به عنوان حیوان خانگی تنها در صورت مجاز بوده که اسمش ناپلیون نباشد. این قانون الهام گرفته از رمان معروف مزرعه‌دار جورج اورویل بود و به نوعی به احترام شخصیت تاریخی ناپلیون بناپارت وضع شده بود. البته این قانون حالا دیگر اجرا نمیشه، اما زمانی این قانون واقعا وجود داشته. شماره 5، در ژاپن چاق بودن. ژاپن چاق بودن میتونه که غیر قانونی باشه. شرکت ها و دولت ها اندازه دور کمر افراد را بررسی میکنند تا چاقی زیادی نداشته باشد و اگر یا فردی و یا هم افرادی چاق باشد یا وزنش زیاد باشد جریمه پولی نقدی می شود. شماره 6، آیسلند، گذاشتن اسم اولاد. در آیسلند اجازه نداری هر اسمی برای بچت انتخاب کنی. اسمها باید در لیست تایید شده دولت باشند. خب دوستان عزیز، ممنون شما که تا این لحظات اخیر با ما همراه بودید. نظر شما در این مورد چیست؟ کدام قانون برایتان عجیب تر بود؟ حتما در بخش کامنت با ما بنویسید و ها سابسکرایب یادتان نرود، چون هر روز در این چنل ما چیزهای عجیب و غریبی منتظرتان است.